هشت‌پاها موجودات شگفت‌انگیزی هستند که به دلیل ساختار بیولوژیکی منحصر به فرد خود به ویژه سیستم گردش خونشان شهرت دارند. یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های آنها این است که 3 قلب دارند. هر یک از این قلب‌ها نقش‌های مختلفی در حفظ جریان خون و تامین اکسیژن در بدن هشت‌پا دارند. در ادامه به طور کامل عملکرد هر یک از این قلب‌ها و دیگر جزئیات علمی مرتبط با آنها رو بررسی می‌کنیم. ساختار قلب‌های هشت‌پا: 2 قلب اول 2 قلب آبششی هستند. این 2 قلب در نزدیکی هر یک از آبشش‌ها قرار دارند و وظیفه آنها پمپاژ خون بدون اکسیژن به سمت آبشش‌ها است. در آبشش‌ها خون اکسیژن دار می شود و از آنجا به سمت قلب سوم هدایت می شود. قلب بعدی قلب سیستمی هستش. این قلب خون اکسیژن دار رو از آبشش‌ها گرفته و به سایر قسمت‌های بدن هشت‌پا پمپاژ میکنه. این قلب به ویژه برای تامین اکسیژن به عضلات و اندام‌های مختلف هشت‌پا حیاتیه. عملکرد گردش خون: خون هشت‌پا دارای نوعی پروتئین حامل اکسیژن به نام هموسیانینه که به جای آهن بر پایه مس عمل میکنه. به همین دلیل خون هشت‌پا به رنگ آبیه، برخلاف خون انسان که به دلیل هموگلوبین آهن‌دار قرمز است. هموسیانین در دماهای پایین و محیط‌های کم اکسیژن مثل اعماق دریا بهتر عمل میکنه و باعث میشه که هشت‌پا توی این شرایط کارآمدتر اکسیژن رو جذب بکنه. وقتی هشت‌پا در حال استراحته، همه قلب‌های اون به طور عادی کار میکنن، اما هنگام شنا کردن قلب سیستمی به طور موقت متوقف میشه. به همین دلیل هشت‌پاها نمیتونن مدت طولانی شنا کنن و اغلب ترجیح میدن بیشتر زمان خودشون رو روی کف دریا بگذرونن، جایی که نیازی به تلاش زیاد برای حرکت نیست و قلب سیستمی همچنان به تامین خون بدن ادامه میده. وجود 3 قلب در هشت‌پا به دلیل نیازهای اکسیژن رسانی بالای اوناست. سیستم پیچیده عروق خونی در بدن هشت‌پاها باید به طور مؤثر خون رو به تمام اندامهای بدن، به ویژه بازوهای بلند و پر از عضله اونا برسونه. 2 قلب آبششی به طور ویژه برای این طراحی شده اند که خون بدون اکسیژن رو به آبشش‌ها بفرستند، جایی که اکسیژن گرفته و سپس توسط قلب سیستمی به کل بدن پمپاژ میشه. این طراحی بهینه سازی شده به هشت‌پا اجازه میده که در محیط‌های کم اکسیژن مثل اعماق دریا به خوبی زنده بمونه. هشت‌پاها موجوداتی هستند که بیشتر عمر خود رو توی بستر دریاها و اقیانوس‌ها میگذرونن، جایی که غلظت اکسیژن کمه. سیستم گردش خون 3 قلبی اونها به اونا کمک میکنه تا با این شرایط خاص محیطی سازگار بشن و به طور بهینه از منابع اکسیژن محدود استفاده کنن. حالا برای جمع‌بندی میتونیم بگیم که هشت‌پاها با داشتن 3 قلب یک سیستم گردش خون منحصر به فرد دارن که اونا رو قادر میکنه در محیط‌های عمیق و کم اکسیژن زندگی کنن. 2 قلب آبششی وظیفه اکسیژن رسانی به خون رو دارن، در حالی که قلب سیستمی خون اکسیژن دار رو به کل بدن پمپاژ میکنه. این ساختار بهینه برای شرایط سخت دریایی همراه با خون آبی حاوی هموسیانین هشت‌پاها را به یکی از پیچیده‌ترین